اقتصاد دیجیتال پایه اصلیش ارتباطات دیگه، زیرساخت ارتباطی است و زیرساخت ارتباطی دیگه سیم مسی دیگه جوابگو نخواهد بود، چون حد اکثر سرعتش در حد مثلا 16 مگابیت بر ثانیه است و به هیچ وجه اینا کاربردهای جدید رو پوشش نمیده. بنابراین ناچاریم که به سمت فیبر نوری بریم. حالا آقای رئیس جمهور هم تاکید کردن که اولا زمانبندی که شرکت مخابرات 5 ساله در نظر گرفته بود خواسته بودن که کاهش داده بشه، ان شاءالله این برنامه‌ریزی باید بشه. و نکته مهمی که ایشون خواستن اتصال مدارس و شبکه سلامت که به نظرم این خیلی با اولویت کشور است. آقای رئیس جمهور گفتن ان شاءالله تو برنامه مخابرات اگر اینا بیاد، طبیعتاً اگه مدارس و شبکه سلامت وصل بشه در واقع به اقصا نقاط کشور اتصال برقرار میشه و این دستاورد خیلی خوبی خواهد. خود این جلسه نشونگر اینه که مخابرات میتونه تو این زمین، همین که دوستانم اینجا رو تعریف کردن گفتن، میتونه تو این زمین خیلی کمک کنه، به خصوص این هماهنگی که بین وزارت ارتباطات و مخابرات و بقیه تامین کنندگان و تولید کنندگان پیش اومده، حتما میتونه تو این زمین کمک کنه. قادر از این تاکید آقای دکتر پزشکیان بر استفاده از متخصصین، کارشناسان، مطمئنا وقتی کار به کارشناس و متخصص واگذار میشه، نتیجهش حتما بهتر و با کیفیت خواهد بود. مسیر بهتری ایجاد شده. همین وفاقی که الان داره در واقع مطرح میشه و میبینید که در کل خانواده مخابرات داره مطرح میشه، شور و شوقی رو در جامعه به نظر من ایجاد کرده که صنعتگران از اون رخوتی که در چند سال گذشته ما شاهد بودیم یه مقداری دارن خارج میشن و حرکت به سمت جلو رو در واقع شروع کردن. به نظر من جنب و جوش خوبی در کل صنایع کشور داره ایجاد میشه.